این اقیانوسی که دیده ایستادید اقیانوس اتلانتیکا میباشد. بسیار یک شکوه و شهامت خود را دارد. بسیار یک موجهایی که شما میبینید اینجا موجهایی میزند دل آدم وهم میگیرد. و از اینجا اگر راست روی به اون طرف اقیانوس اتلانتیکا امریکا میباشد، نیویورک. افسوس که ما قایق نداریم که رفته از اون طرف به شما نیویورک و امریکا را نشان دهیم. ببینید چقدر زیبا است، چقدر منظره خوب است و هوا کمتر سرد است. بسیار یک دیدنی باب نیست. روزی می شود یک روزی آفتابی آمده و شما یک برنامه خوبی دیگر پیشکش میکنه. در حقیقت عجایب این منظره را من دیدم. و نه تنها این طرفش زیبا است، این طرفش هم بسیار زیبا است. مردم آوازی میکنند. 27 دکبر است، فراموش نشود. ما گفته نماند 27 دکبر است، مردم آوازی دارند. هوا سرد است البته ولی آوازی دارند. نمیدونم اینا چی میخورند که خنک نمیخورند. باقی در پناه خدا باشید دوستان عزیز. خدا حافظ.